من بچه شیعه هستم، خدا را می پرستم، خدای پاک و دانا، مهربان و توانا، پیامبرم محمد که با او قرآن آمد، دین را به ما رسانده، او ما را شیعه خوانده. دختر او زهرا بود، فاطمه کبرا بود، فدای دین شد جانش، لعنت به دشمنانش. در روز عید قدیر بر ما علی شد امیر، امیر مؤمنین است، امام اولین است. امام دوم ما بخشنده بود و تنها، نام ایشان حسن بود، صبور و خوش سخن بود، صبور و خوش سخن بود. حسین که شاه دین است، امام سومین است، شهید کربلا شد، تربت او شفا شد. وقتی که آب میخورم بر او سلام میکنم، بر او سلام میکنم، بر او سلام میکنم. چهارم امام سجاد به ما دعاها یاد داد، هر یک از آن دعاها پرمعنی است و زیبا، پرمعنی است و زیبا. پنجم امام باقر که علم از او شد ظاهر، شاگردها تربیت کرد، اسلام را تقویت کرد، اسلام را تقویت کرد. ششم امام جعفر برای شیعه رهبر، صادق و راستگو بود، خدا هم یار او بود، خدا هم یار او بود. هفتم امام کاظم صبور بود و عالم، اگرچه در زندان بود، معلم جهان بود، معلم جهان بود. امام هشتم ما امام رضای والا، امید شیعیان است، چقدر مهربان است. نهم امام جواد، رحمت حق بر او باد، کریم و بخشنده بود، ماه درخشنده بود. دهم امام نقی، پاک دل و متقی، هادی راه دین بود، یاور مؤمنین بود. یازدهم عسکری، از همه عیبها بری، در خانه بود زندانی، شهید شد در جوانی، شهید شد در جوانی. یازده امام معصوم، شهید شدن چه مظلوم، ولی به امر خدا، امام آخر ما، از چشم مردم بد غایب شد و نیامد. 1000 و چندین ساله شیعه در انتظاره، بالاخره یه روزی میشه وقت پیروزی، مهدی ظهور میکنه، دشمن رو دور میکنه، دشمن رو دور میکنه. جهان میشه پر از گل، نرگس و یاس و سنبل. ما بچه های شیعه دعا کنیم همیشه، دعا کنیم همیشه، دعا کنیم همیشه. با هم بگیم خدایا بیار امام ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في
هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه قلبك طوعا وتمتعه فيها طويلا.